بونژور یاسمن. الفت چی عزیزم؟ مادم کامقیا. مشهد کوچیکه تو همه جا پلاسی. اینجا محل کارم عزیزم. پس یه کوقوسان بستنی برام بزن، کلی حرف دارم برات. 37 ژانویه کشتی کروز تور اروپا از اقیانوس خزر حرکت کرد. من و موسی پاورم رفتیم. موسی پاور کیه؟ همسرم آقا قدرت. درسته به عنوان خدمه موتورخونه رفتیم، ولی رفتیم. روزی 2 ساعت بهمون اجازه میدادن بیایم رو عرشه هواخوری. بدبخت. خلیج پاریس که پهلو گرفتیم رفتم لوور و ایفل رو از دور دیدم. فقط تو عکساش قشنگه ها. روز دومم رفتیم دیزنیلند. من اونجا دستبندای زندانباف قدرت رو حراج کردم. این تل میقی موز هم از همونجا خریدم. ما زودتر برگشتیم که موتور کشتی رو روشن کنیم گرم بشه. قدی گفت مادام پرها از جنس برنج خیلی گرونه. ما هم اونا رو بدون اجازه قرض گرفتیم و برداشتیم. چشت روز بعد نبینه دزدای دریای کاریبی 4 بهمون حمله کردن. تنها شانس زندگیمون رو همینجا آوردیم. با تایتانیک شاخ به شاخ کرد. ما هم عرض اقیانوس هند مثل سگ شنا کردیم. کشتی کروز که غرق شد. پرها هم که الانم اینتر میلان اینترپول کیه همون افتاده دنبال ما. قدرتم که رفت دوباره دستبنداشو ببافه. نزدیک بود حسرت یه کوقوسان بستنی به دلم بمونه که اومدم اسکیمو شعبه سجاد. اینا رو از حقوق یاسمن جون کسب کنید. مرسی از مهمون نوازید. فردا هم میام. استعفا میخوام.